شما اگر توجه بکنید نزدیک 600 تا نمونه کار داخل 2 تا پیج اثبات کردن که جوغن هاست که شما رو میتونه به هدف برسونه. اما این جوغن ها با توجه به جایگاه و موقعیت چه معنی رو داره؟ خب کادر عکسی اولی رو ببینید. این جوغن ها شمسوز تو ارتفاع اومده، بر روی صخره اومده. جوغن هایی که شمسوز تو ارتفاع میاد جزء محدوده های آیینی و اعتقاد و شرایط بارگذاری رو همراه خودش میاره. حالا میتونه این هدف زیر شکاف، داخل یه شکاف باشه، عمودی، افقی، در دیواره، تراشه پنهان شده که در کادر عکسی دومی شما دارید میبینید این در پوش داشته. قرار نیست یه اتاقکی باشه که یه آدم بتونه بره داخلش. شما داخل همین میتونید 3 کیلو طلا رو قایم کنید. قصدش پنهان کردنه و جوغنی که در اون زیر نشونگر هدف. جوغن هایی که پنهان هدف تو فاصله نزدیکی خودشه. جوغن هایی که نمایانه در هر جهت و فاصله دلخواه خودشون بارگذاری انجام میدن. پس برو دنبال جوغن ها از کنار هدف های فوق العاده با ارزش به راحتی داری عبور میکنی.